سلام. کسی که اینجا میبینید اسمش اکسلوتله. اکسلوتل سلام میکنه. اکسلوتل یه روز نشست و با خودش فکر کرد. یکی از دوستام زبانش خوبه. یکی دیگهشون ریاضی خوبی داره و یکیشون بلد ساز بزنه. اونا همشون یه مهارت بلدن. پس من چی؟ منم باید یه مهارتی یاد بگیرم. و این شد که اکسلوتل یه ایده‌ای به ذهنش رسید. اون از ایده‌ای که به ذهنش رسیده خوشحاله. اون تصمیم گرفت که بره و برنامه‌نویسی یاد بگیره. پس نشست پشت کامپیوتر و شروع کرد به کد زدن. پس شما اگر دوست دارید که بفهمید اکسلوتل تو این مسیر با چه چالش‌های مواجه میشه و چه اتفاقاتی براش میفته، حتما این چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید یه کامنت هم برای ما بذارید.